بچه خوش اومدین به این ویدیو. اسم من بردی هستش. امروز اومدیم بس رویال بریم با عرفان. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. اون زنگولم بزنی که هر وقت ویدیو گذاشتم براتون بیاد که من ویدیو گذاشتم. بزن بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. بچه بازی بالاخره شروع شد، یعنی در همین هواپیماه. خب بعدش به نظرم بپریم بلک مارکت، تا لوت خوبی داره، جای خوبی هم هستش. بریم بلک مارکت. خیلی دوره، امیدوارم برسیم. خب کم کم داریم میرسیمش. بپریم خوبه. بلک مارکت واسه که دارم میام برات. الان میرسم. خب دارم یه حداقل گان اپیک پیدا شده، چون گان لژند تو بلک مارکت واقعا کمه، درصدش خیلی کمه. گان اپیکم راضیم بابا. کار رسیدیم زمین. انمی فکر کنم نیومد. بچه اگه این ویدیو به 2 تا لایک برسه، آموزش این یه باگ اینجا میذارم، میتونید برید زیر بلک مارکت. یه 2 تا لایک برسه این ویدیو، اون باگ هم میذارم براتون ویدیوش. بذاریم اینجا لوت کنیم. و 117 بالاخره بعد از مدت ها یه چیز خوب داد بلک مارکت. اینجا کیوکیو ناینو برداره. بده کیوکیو ناینو. نک نمیخوام. تیرای SMG همشو بده من ببینم. تیر SMG میخوام. به به. اسکوپ استفاده نمیکنم. اوه این گانه بیشتر دوست دارم، بهتر کیوکیو ناینه. چرا صدا ماشین میاد؟ عرفان نمیدونه چی کار میکنه. چرا این میداره خودو؟ بذارم برم با اول مرجم برگل بزر دوت کنیم. کنم یه لوتون کافی بشه. هدیه بردارم بریم. تو جونم بده کاور ماور و این چیزا. خب هلیکوپتر رو برداریم. بریم با هلیکوپتر. عرفان بیا سوار شو. ای بابا چرا دوباره عرفان پرید پایین؟ او یه نفر داره میاد پایین. واستا ببینم برای چی بدون اجازه من میری رو سقف اینجا؟ واستا یا خدا. واستا فرار نکول. فرار کرده کار خوبی نیست. کجا این چه اینا شد بابا؟ یا خدا اصلا داره فرار میکنه. ران که میگن اینه. با چه جونی زدمش؟ یا خدا چه انمیه بد زد. یا خدا. هلیو برداریم بریم دیگه. بریم سیف. هلی ارسی هلی سرون انمیه رفتم گذاشتم بالا. الان میتونم برم بالا. اوه یه نفری.
واسه ببینم. ببین جوون، حق تو مری است. ببینم میتونم بریم بالا اینجا راه داره، خدا رو شکر. خب بالاخره رسیدیم به هلیکوپترمون. ولی هیچ عجب اچ پی زدمش، یعنی اصلا خودم موندم چجوری با اون اچ پی زدمش. اوه یارش بکنم اومد ریوایوش بده. آره درست، یارش هم میزنیم. بریم. اوه صدا پا میاد. نه خب عرفان من زدمش. چه جایی هلیو داشت. عرفان بیا سوار شو. بپر بالا عرفان، بیا دیگه. رفت تو دیوار. وای تو دیوار گیر کرد. این چه باگی؟ یا خدا. خب بالاخره عرفان تونستیم از باگی که من زده بودمش در بیاریم به زور. نه باگی درش بردیم. باگ مسخره ای بود. وای عالی بود باگی. خیلی باگی خوبی بود. بریم ایدراپ. تیر اسنایپ میومد. بریم ایدراپ. اوه 2 تا ایدراپ پیشم. یا خدا. زین اول اینو بریم. کارم انمی نباشه زیاد. بریم پایین آماده میشیم. سریع ایدراپ رو بلوتیم. خب اینجا اوکی من برمیدارم. کیش دادیم برده. عرفان بیمن رفتی. خود رو که ایدراپ فکر کنم میمیره. نه هلیکوپتر رو به فنا نداده باشه. بله عرفان واسه دارم میام کمکت. یا خدا عرفان چیکار میکنه؟ عرفان میخواست ایدراپ رو لوت کنه فرار کرد. او آر پی جی دارم میزنم نوش. یا خدا بنده خدا عرفان. او یا آر پی جی دیگه زدم نوش. الان میام کمکت عرفان. از کجا داشت میخورد؟ کنم این بالا مالا بود. آره درست میکنم. واسه اینم جای بابا این چیه؟ اینو میزنم تو سر آدم. بلس بتره کنمش. خیلی رو مخ. اوه یه نفر اینجاست. فکر کنم احتمال بدم یارش بشه. اوه خدا نامرشیم. همه رو میزنن. چه بکشه. کجا این تیر میزنه؟ اوه اینجا. بکشیمش. ای بد زد. عرفان کارت منو برد. کارتم برداشت. ریوایوم. اوه راششو دادم. اوه اسنایپری داره همه رو میزنه. یا خدا چه اسنایپریه. منو زنده کول. 34 35. عرفان میبینید اینجا محاصره شده عرفان. یا خدا اوه این گستمی زدنش. اوه بد زدنش. خب بچه ها این بود از این ویدیو. امیدوارم لذت سابسکرایب و کامنت یادتون نره. سابسکرایب حتما بکنید. یه حمایت بزرگی از من میکنید. اون زنگوله هم بزنید. کامنت هم بذارید. میخونم. خدا نگهدار.